با محمود با محمود چرونده میشنویم شما رو. سلام دوستان، اسمم محمود و یک معتاد هستم و خیلی خوشحالم که تو یه جلسه دیگه اسپیکر میتینگم. من یک سالی که قول دادم داره تموم میشه، ولی راه میفته. امروز افتخار دارم تقریبا 99% بچه هایی که من باشون خاطره دارم. امیر خب بزرگ همه ما هست که به اصطلاح تو ایران از قدیمی به حساب میایم. من یادمه که اومدم تو انه ما نسل دو تو ایرانی هایی که اینجا پاک شدن، من جز نسل دومی هم. نسل اولیا امیر که خیلی به ما خیلیشون کمک ما کردن خدایی، و امیر که خیلی به ما کمک کرد همیشه تو جلسه بود، همیشه. و وقتی هم که میخواست بره شالا کلا کرد که دارم میرم ارومیه کار بکنم و جلسه رو اونجا راه بندازم، و موفق شد آذربایجان رو یه حرکت خیلی خوبی راه بیاندازه و جلسات اونجا هم راه افتاد. همیشه جزو کسایی بوده که به ما چیز یاد داده، سفت به سنت ها چسبیده از همون اول، و 2 بار گرداننده ما بود و هر بارم ما ازش خواهش کردیم بابا امیر خان بیا تو آرام کننده ای و کمک کننده ای. اون موقع هم اینجوری لابی نبود که بگیم رأی بدن اکثریت بچه ها، و جالب بود که همه گوش میدادن، و تا موقعی هم که گرداننده ما بود همه چیز به خوبی پیش میرفت. حالا جدیدترام امیدوارم ازش یاد بگیرن و افتخار میکنیم که اعضای اینجوری داریم که کمک کردن اون امانتی که به ما رسیده برگردن، و بعد از سالها پاکی هنوز میان جلسه و فروتنانه خودشونو معتاد معرفی میکنن، و به خاطر اینکه ما احتیاج داریم. خیلی خوشحالم، داستانشو چندین بار من شنیدم ولی هیچ وقت سیر نمیشم. امیر جان ممنونم که اومدی، و امیدوارم بچه های جدیدترم انقدر میگن امیر 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 آقایون این امیر. امشب من یه همایش ناحیه 3 تهران بود، مال شورای منطقه قدیم، اونجا بودیم، یه 3000 نفری اومده بودن. امیر رو ما اونجا دعوت کرده بودیم، نمیتونست بیاد تهرون و هممون هم خمار شدیم، ولی خوشبختانه امشب اینجا داریم. دمتون گرم. امیر جان بفرمایید. مرسی آقای حاکم، خواهش میکنم پوششتون مناسب کنید. استدام اینه، همه اعضا استدام اینه که لطفا پوششتون مناسب باشه که امروز ممکنه اعضای غیر معتاد هم تو جلسه حاضر باشن و در حقیقت ما نمادی از برنامه معتادانه گمنامیم. بچه ها ما مجبور میشیم اگر که رعایت نکنید دوربیناتون رو ببندیم. بر همین اساس خواهش میکنم. با محمود گفت در مورد امیرآقا، من همیشه بچه ها میشناسن که چقدر اعضای قدیمی برام محترم و قابل اعتمادن، چقدر عزیزم، ولی وقتی که یه پای کسی مثل امیرآقای مجنون میاد وسط، واقعا شاید فقط یه کسی مثل محمود و آندیک و اینا بتونن حرف رو گفتن داشته باشن. خیلی آرزو داشتم که بتونم یه بار دیگه قصه ایشونو بشنوم. هر جا که شنفتم سخنران امکانش بوده گازشو گرفتم رفتم. بس این مرد دوست داشتنی، همونطور که با محمود گفت، عمیق، غیر از خدمات ارزنده‌ای که تو ایران داشته، انقدر عمیقه، انقدر دوست داشتنیه، و امروز این شانس رو دارم که در کنارش خدمت کنم. بابا امیر مجنون، شما وقت کافی دارید برای اینکه هر چی میخواید در مورد داستان زندگیتون به ما بگی. 3 بخشش کنید لطفا: دوران کودکی و خانوادگیتون، دوران آشناییتون با اعتیاد، مواد مخدر، دردهایی که کشیدید، و از همه مهمتر دوران بهبودیتون. اگر که شما چون خودتون کوه‌هاست هستید میتونید میکروفونتون رو باز کنید. خواهش میکنم، بفرمایید.
با امیر مجنون میکروفونتون بازه. میکروفونتون بازه، اگر که صحبت کنید ما متوجه میشیم که آیا ایرادی هست. صحبت کنید لطفا. بابا امیر لطفا هنسفریتون رو در بیارید، احتمال داره که مشکل از اونجا باشه. خب صدامو دارید الان؟ عالیه، بله بله، خواهش میکنم بفرمایید. بله. از شر این خلاص شدم، خیلی بهتر. آه. خب به نام خدا، من امیر هستم یک معتاد. من خدا رو شاکر و سپاسگزارم که زنده‌ام و بابت این زندگی فقط و فقط از خودش سپاسگزارم. و بعد شما دوستان عزیز، حالا نمیدونم اسمتون رو دوست بذارم چی بذارم، شماها با بودنتون به من امکان زندگی دوباره رو، امکان رشد رو و امکان بازیابی رو دادید. اگر شماها نبودید من امکان نداشت که بتونم راهم رو پیدا کنم. و خب ممنونم از شما امیر جان که منو به حال قانع کردی حضور پیدا کنم توی این به اصطلاح اسپیکر میتینگ. و محمود عزیز که همیشه به من لطف داشتن و شرمنده شدم که همایش به اصطلاح نایسه رو نتونستم بیام. و برای اینکه من هر موقع از محمود خواستم که خواهش کردم که یه جایی باشه و یه خدمت رو انجام بده، نه نیاورده، نه اینکه اصلا با عشقم اومده و مدیونشم. من مدیون همه بچهای اینه، چه اونایی رو که از نزدیک دیدم آشنام، یا به هر حال زنگ میزنن صحبت میکنیم با هم. مجموعه NA از تک تک اعضاش شکل میگیره، تشکیل شده و من نمیتونم یکی رو حذف بکنم، چه اونایی که از من خوششون میاد چه اونایی که خوششون نمیاد. حالا من نمیدونم، فکر نمیکنم کسی بدش بیاد، چون من بازم خودخواهانه میگم کاری نکردم که یکی از من بدش بیاد. شاید به هر حال از قیافم خوشش نیاد یا از لحن صدام خوشش نیاد، ولی من همه رو دوست دارم و همه برای من قابل ارزشم، برای اینکه با بودنشون به من ارزش. خب بریم اون دوران به اصطلاح نوجوانی، از زمانی که به هر حال من یادم میاد که تو این دنیا هستم، وجود دارم و کسی هستم برای خودم، تا جایی که یادم میاد تعریف. من دوران کودکیم یا به هر حال قبل از نوجوانی به هر حال طبقه بندی شده دیگه، تا جایی که یادم میاد بچه خیلی شیطونی بودم، به قول امروزی‌ها پیش فعال، و تو پوست خودم نمی گنجیدم. همش خیابون و کوچه و اینا رو دوست داشتم. یعنی می افتادم توی شهر، خیابونای شهر، یه بچه 7 ساله، بعد به هر کوچه‌ای که می رسیدم باید می رفتم و سر در می آوردم ببینم این کوچه به کجا منتهی میشه، آیا بنبسته یا به یه جایی میخوره. و برای همینم کل شهر رو بچه که بودم یاد گرفتم و همینو با خودم آوردم تهران. من 18-19 سالم بود، حالا انقلاب شد اومدم تهران. خیلی هم کم حوصله‌ام، تو ترافیک نمیتونم وایسم، میزدم تو این کوچه پس کوچه ها. و امروز تا جای زمانی که تهران بودم، الان بزرگتر شده، فکر میکنم که از راننده های تاکسی تهران رو و کوچه پس کوچه های تهران رو بهتر بلد بودم و یاد گرفته بودم. ذهن کنجکاوی داشتم، هر چیزی رو همینجوری قبول نمیکردم. اگه یه حرفی یه کسی میزد راجبش فکر میکردم. اگر تأثیر توی اگر تاثیر داشت با عقلم جور در می اومد قبول میکردم و میپذیرفتم. خب من نمیدونم، از دوران بچگی از خانواده گریزان بودم و بیشتر دوست داشتم که با دوستان باشم و کوچه رو بیشتر دوست داشتم تا خونه.
نمیدونستم چرا. بعد بودن با دوستان رو حالا تو سر کله هم زدن، بازی کردن، یه جا نشستن زیر به اصطلاح کنار به اصطلاح یه تیر چراغ برق وایستادن تا پاسی از شب رو بیشتر دوست داشتم تا خواهرها، برادرها و پدر و مادر. و از طرف خانوادم خیلی منو دوست داشتن، برای اینکه پسر بزرگتر بودم و ما ایرانی‌ها مخصوصا ترک‌ها به پسرها بیشتر اهمیت میدن تا دختر و به نوعی هم به هر ناز پرورده بودم. اما من بیرون رو و رفقام رو بیشتر باشون حال میکردم، در واقع به خاطر حال بود. من تو خونه وقتی میرفتم اومدن همون که بخوان شکم به اصطلاح 7-8 تا بچه رو سیر بکنن مجبور بودن که کار بکنن و خسته و کوفته. اون موقع هم تلویزیون نبود اینجوری یا امکانات به اصطلاح چیزی نبود. سر شب اینا میگرفتم میخوابیدم و ما مجبور بودیم بخوابیم و من از این متنفر بودم. بنابراین کوچه رو بیشتر ترجیح میدادم و دیر میومدم. این داستان ادامه پیدا کرد و من اتفاقا توی قدم 4 یکی از نقصایی که پیدا کردم همین فلش بک زدن به دوران نوجوانی بود. دیگه یه بچه 7-8 ساله دیگه 11 شب 12 شب بیاد خونه، خب باش برخورد میکنم دیگه، اصلا دیگه اون موقع دیگه. بعد خدا بیامرز پدرم هی قربون صدقه رفت، نمیدونم باج بهم داد، پول داد، نمیدونم محبت کرد، نصیحتم کرد، ارشادم کرد، هر کاری کرد من دست از کار خودم بر نمی داشتم و یه روزم خواست دعوام بکنه و دنبالم کرد. من دویدم رفتم اون شب بالا پشت بوم، من تیر چراغ برق مثل فرفره میرفتم بالا، میرفتم پشت به اصطلاح پشت بام، خودمون همسایه و فلان، دیگه پیدام نمی‌کردن و اون شب موندم بیرون و از فردا شبش دیرتر رفتم. چرا که پدرم بخوابه، خسته و کوفته است، کارشو به خاطر من ول نمی‌کنه که بچه‌های دیگه هم هستن دیگه. بعد بخوابه من برم خونه دیگه به اصطلاح چیزی بهم نگه. و اون رفتار یا نقش لجبازی رو من اولین نقصی بود که وقتی برگشتم به دوران کودکیم پیدا کردم در روزنامه و خیلی پررنگ بود توی زندگی من. من معمولا یه حرفی رو که میزدم، حالا سعی میکردم حرفی نزنم که غلط باشه، ولی هر طوری شده یه حرفی رو که میزدم پاش وایساد. امکان نداشت حرفمو پس بگیرم، امکان نداشت بگم اشتباه کردم، امکان نداشت بگم شما حق. و یه نقص خیلی بزرگی. برای همینم زیاد سعی میکردم با گنده تر از خودم یا زرنگ تر از خودم برخورد نداشته باشم و درگیر نشم، برای اینکه آدمی نبودم که اگرم میمردم یا ناقصم میشدم معذرت خواهی و نمیدونم فلان تو کارم نبود. بنابراین اینجوری بزرگ شدم، اومدم رفتم مدرسه. خب حافظه خوبی داشتم، بعد زرنگ بودم. توی به اصطلاح کلاس پای تخته وقتی معلم درس میداد همونجا یاد میگرفتم. من یادم نمیاد تو خونه مشق بنویسم. امروزم چند تا از این دوستانی رو دارم که دکترن و مهندسن و فلان، برای خودشون کسی شدن. وقتی میشینم باشون صحبت میکنم میگم شما به خاطر نوشتن مشقای من دکتر شدید، هم مشقای خودتون رو نوشتید هم مشقای منو نوشتید. و این داستان به هر حال درس خوندن من بود و یادمه همون اینا دردهای اجتماعی هم هستا. کلاس اول ابتدایی من وقتی رفتم مدرسه زنگ اول، حالا به سب شدیم و بعد ما رو تقسیم کردن فرستادن توی کلاس. خب من داشتم کار طبیعی یه بچه رو انجام میدادم. من نمیدونستم کلاس چه آداب و رسومی داره، مدرسه چه قوانینی داره. اولین به اصطلاح کلاس بود. بعد شروع کردم با بغل دستیم، دوست بودیم دیگه، به هر حال هم محلی بودیم، بازی کردن، شوخی کردن. یه معلمی سر کلاس بود، خدا بیامرزه، حتما به هر موقع سنش به هر حال بالا بود. یه کت شلوار قهوه‌ای، پیرهن کرم رنگ، یه شلاق به اصطلاح نیم متری و از این سیمیا بافتنی ها میبافتن قدیم. آقا اومد افتاد به جانم، ای زد. من نمیدونستم این چرا داره منو میزنه، چه گناهی کردم، چیکار کردم.
ولی باعث شد که مدرسه گریز بشم. دیگه کلاس‌های درس به ندرت حاضر می‌شدم، ولی از جایی که حافظم و فکرم خوب بود نمرات قبولیمو می‌گرفتم. به هر حال هر طوری شده ناپلونی هم شده نمرات قبولی رو می‌گرفتم و کلاس‌ها رو رفتم بالا. همیشه یه چیزی در درون من خالی بود. احساس می‌کردم که یه گم کرده‌ای دارم و همیشه دنبالش می‌گشتم که اینو پیدا بکنم. فکر کردم که من ناقصم، هیچ چیزی کم دارم و با پیدا کردن اون کامل میشم. و شروع کردم به رفیق بازی. دوستان خیلی خوبی داشتم و الانم دارم، خیلی از اونها مونده. بچهای خوبی هم برای هم دیگه احترام قائلیم، ارزش قائلیم و دوستیای فکر کنم شاید 50 ساله 55 ساله. من یادم رفت بگم من 65 سالمه. آره من متولد 38م و اینه که رفقای خوبی پیدا کردم. اما این رفقا بنده خداها دست من اسیر بودن. من بعدا توی برنامه فهمیدم که من رفیق نمیگرفتم بلکه اسیر میگرفتم. اونها باید در خدمت من بودن. هر چی من میگفتم اگر نمی آوردن دیگه رفیق نبودن. ولی خب از جایی که همدیگر رو دوست داشتیم، گروه خونیمون به هم میخورد، بنده خداها میگفتن خب بچه خوبیه اما حیف خودخواهه، بچه خوبیه اما حیف خود رأیه، اگه اینجوری بشه بهتره. و به هر حال این رفاقت ادامه پیدا کرد با بدون اینکه این داستان ها رو بدونیم. بعد دیگه دیدم نه، باز یه چیزی کم دارم. شروع کردم به ورزش. خب زیاد ورزش میرفتم بچه که بودم. شروع کردم به ورزش و انقدر ورزش و پیش رو گرفتم که دیگه یعنی میخوام بگم اون بیماریه و افراط تفریح در بچگی با من بود. من دیگه شور رفیق بازی رو در آوردم. میگم شب دیر میرفتم خونه که پدرم بخوابه دیگه دوام نکنه. و شروع کردم به ورزش. وقتی شروع کردم به ورزش کردن دیگه رفیق بازی و درس و مشق و پدر و مادر همه رفت کنار. غرق ورزش شد. به طور که 2 تا رشته ورزشی عضو تیم ملی بود و فکر کردم که دیگه شاخ و قول رو شکوندم و من دیگه سری توی سرا دارم و خیلی ها تو خیابون با انگوش منو نشون میدن یا سلام احوال پرسی میکنن و خیلی داشتن جای من باشن و به هر حال به نوعی افتخار شهرم بودم و توی شهرم معروف بودم و کم کم هم توی ایرانم معروف شدم و عضو تیم ملی دیگه. به هر حال الانم ورزشکارامون برامون ارزشمندن دیگه. این بود که ورزش رو وقتی به صورت افراطی شروع کردم یه بقیه جنبه های زندگی من فلج شد، دیگه همه چی رفت کنار و این داستان ادامه پیدا کرد تا خوردیم به انقلاب و دیگه دانشگاه ها بسته شد و نمیدونم ورزش یه مدت تعطیل شد و منم پیوستم به هر حال به انقلابیون و یه سرگرمی جدیدی برامون در اومده بود دیگه. و یه اتفاقی توی برنامه‌ام برام افتاد که من یه راهم رو جدا کردم. تهران یه کاری پیش اومده بودم مسابقات ورزشی تهران سال 58 و دیگه موندگار شدم تهران، دیگه برنگشتم ارومیه. من بچه ارومیه‌ام، بزرگ شده ارومیه‌ام و الانم ارومیه در خدمتتون هستم. رفتم تهران و دیگه یه کارخونه‌ای بود و اونجا به هر حال مال دایی یکی از دوستانمون بود و ما رو برد کارخونه‌ش رو شروع کردیم به کار کردن و موندیم تهران. ولی خب کارم که میکردم فکر میکردم که اگر من تو اون کارخونه نباشم کارخونه فلج میشه. انگار یارو میلیون ها سرمایه گذاری کرده و کارخونهش لنگ منه، اگه من نباشم این کارها نمیفته. و خب رفتارهای خاص خودم رو داشتم تا اینکه بعد اومدم یه مرکز پخش زدم توی تهران. واقعیتش اینه که خوب پول در می آوردم. من اون موقع یه شعاری بود توی شهر ما میگفتن اگر یکی بره تهران یه خونه داشته باشه، یه ماشین داشته باشه، یه خط تلفن داشته باشه، هر کاری دوست داشته باشه میکنه. خیلی بهش خوش میگذره و من همه اینا رو توی مدت کوتاهی به دست آوردم. 19-20 سالم بود و منم هر کاری دلم میخواست انجام، هر کاری که دوست داشتم انجام. و رسیدیم به هر حال به یه نقطه‌ای که دیگه
اون زندگی برای من دیگه رنگ و بویی نداشت، راضیم نمیکرد. از مواد مخدر و الکل و سیگار شدیداً دوری میکرد. من ورزشکار بودم، اتفاقا اون موقع که برای با دوستانمون از سالن از سر تمرین میرفتیم خونه، میومدیم بیرون، بعضی از این دوستانمون میرفتن، اون موقع آبجو فروشی ها باز بود که مشروب فروشی ها، میرفتن توی این به اصطلاح مشروب فروشی ها آبجو میگرفتن یا نمیدونم، بعضی وقت سیگار میکشیدن، من با اینا دعوا میکردم، میرفتم دستشون رو میگرفتم و میکشیدم میبردمشون بیرون و خلم اونا پر نمیکرد، خلم منو ورزش پر میکرد، خلم منو دوستان پر میکردن. ولی وقتی اینا رفت کنار، نمیدونم، به اصطلاح اتفاقا خونم هم تو خیابون مطهری بود، بعد بر حسب اتفاق نمیدونم من مواد زدم و به غرورم برخورد، در واقع رفتم توی به ساختمون، اون پایین سرایداری بود، ما یه دوستی داشتیم از رومیه اومده بود مهمون ما، اونم نشسته بود با اونو، نمیدونم چجوری رفیق شده بود با اونا، منو صدا کردن، رفتم اون تو، دیدم آره دارن مواد میزنن و بعد به منم تعارف کردن. تا قبل از اون من بارها و بارها و بارها با انواع مواد مخدره آشناش دیده بودم دیگه، ولی مخالف بودم. نمیدونم اونجا چه اتفاقی افتاد، من برای اولین بار مصرف کردم و بعد دیدم آخه این چیه، اتفاقی برای من نیفتاد. خب این شبهه برای من به وجود اومد که من یادم به اصطلاح متفاوتی هم، چرا من معتاد نشدم، چرا کاری به اثر انجام نداد برای من. ولی از فردا خودم رفتم تو اون پستو نشستم، چون اون حرفا و اون بساط و اون دور همیه به لذت میداد، خود مواد کاریم نکرد. خب ما یه دوستی داشتیم که میگفت کسی که میخواد تریاکی بشه باید 1000 بار تگری بزنه تا بتونه موفق بشه تریاکی بشه. من فکر میکردم که با همون یه بار زدن باید دیگه به هر حال معتاد شده باشم. ولی به مرور زمان این شطوری که در خونه همه معتادا خوابیده دیگه، دیگه وقتی مواد نداشتم دیگه زندگی دیگه همتون میدونید دیگه به چه شکل و فرمی در میاد. خب مدت‌های مدی تفننی بود و کارم هم داشتم، زندگیمو داشتم، مجردم بودم. من سالهای بیشتر عمرم رو مثل الان مجرد بودم، مجرد زندگی کردم. حالا اعتقادم بر اینه، نمیدونم یه شوخی هم بکنم، میگم زن 1 سال 2 سال بیشتر از اون دردسره دیگه، بیشتر از اون دیگه به هر مشکل ساز میشه. ولی خب شوخیه، زن خوب واقعا یه نعمتیه، شریک زندگی، شریک غم، شریک به هر حال همه چی. خب من ادامه دادم تا رسیدم به یه نقطه‌ای که احساس کردم انگار تولید اشکال کرده مواد مخدر در زندگی. گفتم آقا نمیکنم، به راحتی قطع مصرف کردم بدون که چیزی بفهمم و بعد فردا پس فرداش 2 3 روز بعد من که طوریم نشد، وقتی بقیه تعریف میکردن از قطع مصرفشون یا ترکشون، گفتن دل درد گرفتیم، پا درد گرفتیم، نمیدونم سرشون رو میزدن به دیوار، خودشون رو میکوبیدن زمین. من هیچ کدوم از اینا رو ندارم، نکنه من فرق میکنم، نکنه من اصلا معتاد نمیشم، نکنه من قدرتمندم. و دوباره میرفتم امتحان میکردم، دوباره میرفتم مصرف کردم تا 2 3 بار سوم چهارم دیدم نه، انگار یه سرماخوردگی دارم من، مثل یه سرماخوردگی بود. بعد یه بارهای آخر دیگه اصلا فکر ترک میومد سراغم، پشتم میلرزید. یادم به فکر کنم 40 50 بار ترک کردم به شیوه های مختلف تا آخر سر به یه نقطه‌ای رسیدم که ترک کردن رو ترک کنم. بنابراین نمیشد دیگه، نمیشد. من وقتی مواد مخدر رو ترک میکردم دیگه زندگی میشد جهنم برام، هیچی لذت نمیداد، حتی سیگار دیگه نمیچست و دوباره پناه میبردم به مواد مخدر، باز آرامم میکرد، باز تسکینم میداد. بعد یه مدت متوجه میشدم که دوباره دارم ترک میکنم. این داستان به هر حال مصرف من بود. حالا جایگزین کنترل کردن، اتفاقا دیشب با 1 2 تا از دوستا قدمی که مرور میکردیم سر کنترل بود، من گفتم اون موقع
نمیدونم الان دیگه چجوریه. اون موقع دکتر نبود، کمپ نبود. دکترها وقتی به معتاد به اصطلاح مراجعه می‌کردن، اگه دکترها می‌خواستن معتاد رو درمان بکنن، خودشون دچار جرم می‌شدن، مجرم می‌شدن و باهاشون برخورد می‌شد. چون اعتیاد جرم بود، معتاد مجرم بود و هر کسی هم که به یه مجرم کمک بکنه مجرم تلقی می‌شد. و خود درمانی داشتیم دیگه. من یه شربت درست می‌کردم، یه سر به اصطلاح آب می‌ریختم توش، یه سر می‌خوردم، یه سر آب می‌ریختم، این آب می‌شد. آخر سر از جاسازیم میرفتم انگار مثلا دارم منو میپان، سر روی خودم رو برمیگردوندم، یه تیکه میکندم مینداختم تو اون، دوباره حل میکردم و دوباره به هم میزدم و دوباره میدیدم که نه نشد، میرفتم به اصطلاح سراغ مصرف خودم. کنترل برای من معنی نداشت، جایگزین برای من معنی نداشت، برای اینکه نمیدونستم چه و دلایل و توجیهاتی که می آوردم میگفتم خب اگر نکنم چی، چیکار بکنم، چه تفریحی هست که مثلا من برم دنبالش و مواد نزنم. دیگه کاملا زندگی ما آشفته شد. اون اواخر یه شب یه شبیه که در زندگی من به هر حال نقطه عطفی بود. من همه چی داشتم برای یه زندگی معمولی عادی، همه چی داشتم، زن و بچه، به هر حال ماشین، یه خونه‌ای، به هر حال اسباب اساسی خوب و پدر مادر خوب، دوستان خوب، همه چی داشتم، ولی هیچی سر جای خودش نبود. همسرم دست بچه را گرفته بود، 6 ماه بود ازش خبر نداشتم، رفته بود خونه پدرش و منم از خدا خواسته که کسی نیست قور بزنه، راحت نشستم پای وسط. و ماشینم و یه دوستی امانت گرفته بود، فقط اسم کوچیکش رو میدونستم چون تو میدون انقلاب یه جگرکی بود، با هم رفیق بودیم، اونجا با هم آشنا شده بودیم، نه خونه‌ش رو میشناختم نه اسم فامیلش رو میشناختم، فقط میدونستم اسمش فلانی. ماشین رو خواست بره یکی دو ساعت کاراشو انجام بده دیگه. 2 ماه بعد در واقع جنازه ماشین رو توی فرآباد، اون پارکینگ‌های فرآباد پیدا کرد و اسباب اساسی خونه رو برده بودم امانت گذاشته بودم خونه یکی از فامیلای خانمم، چون قول داده بودم خونه رو خالی کنم سر موقع. خونه که لازم بود به اصطلاح پیدا نکرده بودم، ولی خونه رو خالی کردم که بعد قول نشم. من روی قول خیلی حساسم. و اسباب اساسی خونه، حالا رفتم یه 2 تا اتاق گرفتم، اسباب اساسی مصرف و نمیدونم تا تخت پاره و پیکنیکی و نمیدونم اینجور چیزا رو بردم که به هر حال روی زمین نمون تا یه خونه مناسب پیدا کنم. منظور خونه داشتم ولی سر جاش نبود، من نبود، زن و بچه سر جاش نبود، ماشین سر جاش نبود، رفیقام خانواده سر جاش نبود. یه شب ساعت 3 نصف شب بود، از فلکه چایچی تهران، از تهران پارس بلند شدم بیام خونم. اون موقع مفتاباد بود بدون امام حسین. پیاده بودم دیگه، ماشینم رو به هر حال برده. همین روزا بود، دقیقا 30 سال پیش، اول مهر بود. میدونی که بعد گرمای شهریور، اوایل مهر یا اواخر شهریور، شبا مخصوصا هوایی که من ملس میشه، میچسبه به آدم، مخصوصا که نشه باشه. منم همه چی زده بودم، همه چی. به قول یکی از شاعرها، تنم هوشیار بود، تنم خوب بود، ولی از درون باز خالی بود. اومدم رسیدم خیابون تهران نو، وسطای به اصطلاح راه بودم، سیگارم تموم شد. دیدم اون ور خیابون یه دکه چراغش روشنه. عرض خیابون رو که میخواستم رد بشم برم سیگار بگیرم، نمیدونم واقعا. برای اولین بار در طول زندگی من شروع کردم با خدا حرف زدن که خدایا چرا زندگی من اینجوری شد؟ چرا من بچه بدی نبودم، آدم بدی نبودم، بدخواه کسی نبودم، به کسی بدی نکردم، حق کسی رو به اصطلاح پایمال نکردم، به کسی زور نگفتم، چرا زندگی من اینجوری شد؟ ببینید اون شب نقطه عطفی شد در زندگی من که اون نیروی برتر خودم رو پیدا بکنم، درک خودم رو از خدای خودم پیدا بکنم.
و خیلی جالب بود. جواب رسید که آقا تو اعمال و رفتارت غلطه. کسی که رفتارش عملکردش غلط باشه زندگیش بهتر از این نمیشه. چرا میگم جواب رسید؟ برای اینکه من اعتقاد دارم خدا توی مراقبه با کلمات خود ما در ذهن ما صحبت میکنه. جبرئیل نمیفرسته، الهام و نمیدونم فلان، همینه. توی ذهن من خدا جواب منو داد که آقا تو رفتارت غلطه، عملکردت غلطه. خب خدایا چرا فکر من غلطه؟ چرا به اصطلاح عملکرد من غلطه؟ جواب مهمتر این بود که آقا تو عقلت درست کار نمیکنه. خیلی جالب بود برای من خودم رو عقل کل میدونستم. فکر میکردم خدا وقتی منو خلق کرد، آفرید، خودش رفت استراحت بکنه، رفت مرخصی، اداره این دنیا رو داد دست من. خب این مردم هم که به هر حال به حرف خود خدا گوش نمیکنن، چه برسه به حرف نایبش. دیگه با مردم هم قطع رابطه میکردم و هیچ وقت من فکر خودم رو زیر سوال نبرده بودم، اعمال و رفتار خودم رو زیر سوال نبرده بودم. مگر من اشتباه میکنم؟ خودم رو مبرا و مسئول از اشتباه میتونستم. اون معصومی که میگن منم، اون ابر انسانی که میگن منم، اون محور عالمی که میگن منم. برای همین میگم جوابی بود که خدا به من داد. آقا تو عقل درست کار نمیکنه. بدون اینکه بدونم توی اون روزها در ایران انجمنی در حال شکل‌گیریه به نام NA که قدم‌های 12گانه‌ای داره و در قدم دوم میگه اگر ایمان میاری به مرور سلامت عقل بهت بر. خب من عرض کردم اون شب همه کار کرده بودم دیگه. گفتم نقطه عطفی شد برای من، برای درکم از خدا. خب مشروب خورده بودم، به من یاد داده بودن از دوران کودکی. بعضی از اعتقاداتمون همین بود که اگه مشروب بخوری دهنت نجسه، با دهن نجس نباید با خدا حرف زد. کلت نشه است، کله نشه نباید با خدا حرف زد. اگر جسمت که به اصطلاح آلودگی هایی داره، با جسم آلوده نباید با خدا حرف بزنی، گناه داره. ولی من هم جسمم آلوده بود، هم نشه بودم، هم مست بودم. شروع کردم با خدای خودم حرف زدن و جوابم بود. چرا؟ برای اینکه از اون نخواستم زنم برگرده، بچم برگرده، از اون نخواستم ماشینم پیدا بشه، نخواستم سر و سامان بگیره زندگی. تنها چیزی رو که بعدها فهمیدم نیاز واقعی من بود و در اون مکاشفه با خدا بهش دست پیدا کردم که اینکه گفت آقا عقلت درست کار نمیکنه، گفتم خدایا تو که قادر متعالی، تو همه کار ازت برمیاد، تو عقل منو سالم. خب این گفتگویی بود که اون شب من با خدای خودم انجام دادم و خب اومدم. خب معتاد و فراموشکار، کاری با خدا ندارم. یک لحظه یک مکاشفه بود پیش اومد و بعد تموم شد. اما خدا که فراموش نمیکنه. من اومدم و چسبیدم به کار خودم دیگه. فکر کنم یه هفته بیشتر طول نکشید. یه شب ساعت 1:30 2 شب بود، باز توی میدون انقلاب بودم، رفته بودم شام بخورم. بعد برای اون رفیقمونم جیره‌شو می‌بردم، خدا بیامرزه، اونم فوت کرد، تصادف کرد. بعد پلیس اومد توی زگرکی منو صدا کرد و سوار ماشین کرد، برد، بدون که به هر حال چیزی باشه. من سریع سهم این پسره رو نداده بودم و تو جیبم بود، سریع انداختم کف ماشین و منو بردن کلانتری جیشا. اونجا به هر حال بازرسی کردن. نمیدونم حالا شاید شکایت خانواده بود چی بود، امروز هم نمیفهمم چرا اومد اون تو فقط منو کشید بیرون، چون قیافه های تابلوتر از منم اونجا بود. سربازه اومد ماشین رو گشت و اینو پیدا کرد، برد داد به افسره گفت این بابا سیگاری ولش کن بنداز بره، این چیزی نیست. گفت نه آقا مواد و فلان اینا.
گفت منم گفتم که معمولا چیز نمی‌کردم، کلکل نمی‌کردم با کسایی چیزی بودن. و گفت مالشو. گفتم نه مال من نیست، من اصلا معتاد نیستم که. گفت اینجا. گفتم شما هر روز چندین نفر رو سوار این ماشین می‌کنید، هر چی اینجا الان پیدا کردید مال منه. بعد بردنمون حالا به بازداشتگاه و فردا فرستادنمون پل رومی. ببین ما وقتی سوار ماشین به اصطلاح کلانتری شدیم که ما رو ببرن پل رومی، الان فکر نکنم باشه پل رومی. اون جوانای قدیم یادشونه، حتما گذرشون خورده اونجا. ما تو اون ماشین به اصطلاح حمل، یکی از بچه‌هایی که اونجا بود سیگاری بار زد و ما سیگاری رو زدیم و نشه رفتیم پیش قاضی. جالبه توی شب تو بازداشتگاه یه بابایی بود، بچه زابل بود مثل که. من دیدم این خماره و بدجوری خماره، اصلا تاب و توان نداشتیم بنده خدا. صبح بلند شدیم میرم با ما رفتیم به هر حال پل رومی و رفتیم پیش قاضی و قاضی حالا حکممون رو داد و بعد ما رو فرستادن زندان قصر و وارد که شدیم یه دنیای دیگه بود. من پام به کلانتری نرسیدم، رفته بودم برای اینکه مثلا ضامن یه دوستی بشم یا کاری رو براشون انجام بدم، ولی خودم به هر حال پام به کلانتری نرسید. حالا رفتیم کلانتری و پل رومی و زندان قصر و کارت و عکس و فکر کردم که بزرگترین مصیبت دنیا بلا اومد سر من. حالا کاری به این ندارم. شب که خوابیده بودیم، خواب کجا بود دیگه، به هر حال روز دوم دستگیری و فلان و خماری و دیدم این پسره زابولیه زیر پتوی صداهایی داره میاد. بعد که سرش آوردیم گفتم چیکار داری میکنیم؟ این فهمید که من فهمیدم یک کارایی داره انجام میده، گفت یه چیزی دارم، یه کم چند داد به من و یه چند روزی رو ما اونجا با کرم ایشون نشه کردیم توی به اصطلاح زندان. و بعدش پرسیدم آقا چقدر داری؟ یه ذره نشونه گفت اینو. گفتم پس دیگه به من نده، چون من خماری تو رو دیدم و میدونم بدجوری خمار میشی. و اونم جریمه شده بود، 2-3 روزه بعد دیگه آزاد میشد. نگو بنده خدا زیاد داره و توی زندان خفتش کرده بودن، پولشو نمیدادن، اومد سراغ من. حالا رفتیم پولشو گرفتیم و دادیم و بنده خدا ریخ به حساب مرخص شد. بعد 18 روز منو دادم به مرکز بازپروری فرشید. گفتم که من فراموش کردم اون شب، ولی خدا فراموش نکرد، چون ازش خواسته بودم، تنها نیاز واقعی خواسته بود. من فکر کردم مصیبت گرفتار شدم، این چه مصیبتی بود که من گرفتار شدم. ولی بعد فهمیدم که خدا وقتی بخواد کاری رو انجام بده از راه خودش، در زمان خودش و با صلاح دید خودش انجام بده، نه با خواست من. و منو هدایت کرد. امشبم من نمیدونم، امروزم نمیدونم اون شب چرا اون پلیس اومد سراغ من. منو برد به اصطلاح اون مسیر رو طی کردم و رفتم قرشک و اونجا منو دادم به برج نگهبانی. باید اونجا کار میکرد دیگه. برج نگهبانی من دیدم که یه 2-3 نفری اومدن توی مرکز. اینا نه قیافشون شبیه معتادا بود، نه از این مسئولین و کارکنان مرکز. پرسیدم بچه‌ها اینا کیان؟ گفتن که اینا معتادایی هستن که خارج از ایران ترک کردن و اومدن اینجا صحبت میکنن برای معتادا. و اولش فکر کردم که اینا سرشون به یه جایی خورده یا واقعا قاطی کردن مواد نمیزنن، چون منم اینجا هستم دیگه. الان یه مدتی مواد نزدم و رفتم بیرون، دوست داشتم میزنم، دوست نداشتم نمیزنم. هیچ اطلاعی از اینکه عاجزم، ناتوانم، نمیدونم فلانم نداشتم، یا دست خودم نیست، اراده و اختیارم نداشتم. برای همینم توی جلسات شرکت نمیکردم تا روز آخر. شب چله بود، من دلم گرفته بود، نمیدونم دلیلش هم اینه. من توی تهران شبای چله بساطی جور میکردم تا این دوستانی که از ارومیه اومدن یه شب چله رو دور هم باشیم و خوش بگذرونیم. دلم گرفته بود از اینکه من امسال نیستم و نمیتونم یه همچین بزمی رو برای دوستان فراهم بکنم. رفتم کتابخونه که این چند ساعت هم بگذره
فردا صبحش که پنجشنبه بود ترخیص شدم. در رو باز کردم دیدم جلسه است، یه 3 نفر نشستن اون پشت اون بالا و بقیه به اصطلاح معتادا این پایینن و اونا دارن صحبت میکنن و منم دیگه روم نشد برگردم، رفتم نشستم. میگم خدا کارشو بلده چگونه انجام بده. آقای وقتی اینا صحبت میکردم من انگار که این آقایون از اون ور دنیا منو میشناختن. کارهایی که من اینجا انجام داده بودم اونا اون ور انجام دادن. افکاری که توی کله من بود اونا اون ور دنیا به همون افکار رو داشتن. باور کردم، پذیرفتم که اینا معتاد بودن، مواد میزدن. نمیدونم مأمور دولت نیستن که اومده باشن ما رو فریب بدن و گولمون بزنن و نمیدونم این حرفا. دوم توی صحبتاشون فهمیدم که اینا دیگه مواد نمیزنن. خب تا اینجا من مشکلی نداشتم، خودم معتاد بودم و هر موقع دوست داشتم میزدم، هر موقع دوست داشتم نمیزدم. 40-50 بار که ترک کرده بودم این توهم رو در من به وجود آورده بود. الانم که مواد نمیزنم، رفتم بیرون، حالا بستگی به شرایطم داره. اما اون چیزی که باعث شد من جذب بشم، من همیشه با دوستان اجتماعی وقتی صحبت میکنم اینو تاکید میکنم، چیزی که باعث جذب من شد این نبود که اینا معتاد بودن و امروز مواد نمیزنن. بله داستان زندگیشون، تجربهشون اون همزاد پنداری رو به وجود آورد، اون همدلی رو در من به وجود آورد، اون همسانی رو در من به وجود آورد و احساس کردم که اینا مثل خود من هستن. ولی این دو مورد منو جذب نکرد. چیزی که منو جذب کرد این بود که دیدم اینا بدون مصرف مواد مخدر شادن، خوشحالن و از زندگیشون لذت میبرن. برای من خیلی عجیب. من عرض کردم وقتی مواد رو قطع میکردم دنیا تبدیل میشد به جهنم و هیچی سر جای خودش نبود. دوباره پناه میبردم به مواد مخدر. و خب من یک کاغذی رو داد پخش کردن، یه شماره تلفن روش بود و منم یکی از اونها رو گرفتم، با خودم عهد بستم با یکی از دوستان، به هر حال هم اتاقیان عهد بستیم که آقا ترخیص شدیم میریم توی این جلسات ببینیم داستان چیه. خب اون موقع جلسه تازه رو افتاده بود، چهارشنبه ها بعد از ظهر ساعت 6 بود توی مجتمع رشواندو خیابون ولیعصر بالاتر به استاد ولیعصر. این آدرس رو دادن دست ما من اینو نگه داشتم. فردا صبحش ترخیص شدم و رفتم بساطم وسط اتاق. گفتم که یه به هر حال 4 دیواری گرفته بودم که خیابون نمونم تا برم دنبال خونه بگیرم، که گرفتنم و 2 ماه گذشت و بساطم وسط اتاق بود و خب طبیعی ترین کاری بود که شروع کردم به مصرف کردم. ولی شانس آوردم و لطفی که خدا کرد موادم تموم شد، آخراش بود. تنها کاری که کردم نرفتم تهیه کنم، گفتم بذار برم چهارشنبه ببینم چی میشه. یه هفته من موندم، یه هفته با به اصطلاح دیگه حالا با مصیبت و با بدبختی و با فشار موندم تا چهارشنبه شد و من رفتم جلسه. خب توی کاغذ نوشته بود چهارراه ولیعصر روبروی تالار وحدت. منم اونجا رو اندازه مثل کف دستم میشناختم، حتی مغازه ها رو، کوچه پس کوچه ها شد. آهی رفتم پیدا نکردم و شانسی که من آوردم تنها چیز جلسه بود که روش شماره تلفن داشت. جلسه رشواندو تلفن داشت و تلفنش هم در اختیار ما بود، عینه بود و میتونستیم به اصطلاح زنگ بزنیم و جواب بگیریم. جلسات دیگه تلفن دیگه از اون به بعد من ندیدم داشته باشه. خب من زنگ زدم، بیا آقایی از اون ور گوشی رو برداشت و من گفتم که اینجوری داستان من پیدا نکردم. گفت بیا یکم بالاتر سمت میدون ولیعصر و من میام استقباله. خب من تلفن رو قطع کردم و راه افتادم تا سمت بزرگمهر و از دور دیدم یه آقایی داره میاد، خیلی خوشتیپ، علی بود، علی آمری. و اون کسانی هم که توی قرچک به من پیام دادن، یکی امیرحسین وفا بود، یکی خدا بیامرز قاچیک، خدا بیامرزه،
و یه حسن نامی بود تازه وارد بود که یه جلسه بیشتر اونو توی رشوانلو ندیدم، بچه کرج بود و رفت دیگه منم بعدش هم ندیدم. دیدم این آقا داره میاد، منم خب دیگه به هر حال ریش و سیبیل رو تراشیدن، موها کچل، به حال شولیده، هنوز از اون چیز به اصطلاح نقاهت دوران به اصطلاح قرشک در نیومده بودم. اون من رو راحت‌تر شناخت و وقتی یه لبخندی رو تو چهره‌اش دیدم منم اون رو شناختم و همونجا منو بغل کرد. خب من خیلی تعجب کردم که این آدم که منو نمیشناسه چطور به این راحتی آغوشش رو برای من باز کرد و دستمو گرفت و توی جلسه یه چند تا پله میخورد میرفتیم بالا، نشستیم توی جلسه و بچه ها صحبت کردن، یه 5-6 نفر هم بیشتر نبودن. من که نشستم، بعد یه آقایی اومد که بعدا فهمیدم سیف الله است، بعد خدا بیامرز حسام، محمد نشسته بود، نه نبود محمد حسام نبود، اینا رفته بودن عروس دوستمون فروهر رو بیارن از شمال. بعد محسن بود، علی بود، امیر حسین وفا بود، بعد یه آقایی هم بود الکلی بود اومده بود نشسته بود اونجا و همین. من خدا بیامرز مراد بود. نشستیم توی جلسه، وقتی اینا صحبت کردن من نمیدونم چه اتفاقی افتاد. بعد از این جلسه وقتی اومدم بیرون راه افتادم که برم، احساس کردم اون گم شده خودم رو که سالهای سال با انواع بازی ها، با ورزش، با رفیق بازی، با انواع بازی ها دنبالشون گشتم تا این خلط پر بشه، پر نمیشد، اینجا پیدا کرد و یه حال عجیبی بهم دست داد و از اون رو جلسه رو ول نکردم، زودتر از همه میرفتم. خب اون موقع کتابم نبود، نشریاتم یه 2-3 تا از این خوندنی ها بود، آیا من یک معتاد هستم، به جلسات معتادان گمنام خوش آمدید، اینا بود که دوستان بروشورایی که توی جلسه میخوندید و یه کتاب پایه به اصطلاح قطع آچار بود سیمی، تازه عقلمون اون موقع اوایل نمیرسید که اینو بدیم اقلا کپی بکنن نفر یه داشته باشیم. یه کتاب الکلیان بود، هر کی زودتر میرسید جلسه هفته یه بار این کتاب رو میگرفت و خود من کتاب رو واقعا نمیخوندم بلکه میخوردمش. امروز هم من اون کتاب رو حفظم، باب به بابش رو امروز حفظم، حالا ویراستاری شده، کلماتش عوض شده، جابجا شده، اینا رو نه، ولی اون قدیمیه رو به هر حال توی ذهنم هست. بعد یه شروع کردم به رفتن به جلسات، اما کلم باز بوی قرمه سبزی، تجزیه تحلیل میکردم. این کتاب خوبیه ولی اینجاش غلطه، اینجاش باید اصلاح بشه، نمیدونم، ایراد میگرفتم برای برنامه، تا اینکه بعد از 6 ماه لغزش کردم. کجا؟ همون هستم انگاران. بله الان ما استوب زنیم که زمان هزینه بریم. بله مرسی. بعد هیچی دیگه، از تمام زندگی برای من یه ماشین پیکان 53 مونده بود، یعنی 20 سال از عمرش گذشته بود و دیگه چیز خاصی نداشتم. و بعد جلسه من به اصطلاح اون بچه‌هایی که با من بودن دیگه، محمد و حسام و سیف الله و مراد و 5 نفر سوار این ماشین می شدیم و من اینا رو میرسوندم 11 شب 12 شب میرسیدم خونه و زنم هم غر میزد، ولی من با هم بودن رو امن‌ترین جا برای خودم حس میکردم هست. خب امروزه میگن که تازه وارده برای هم سمن، ولی ما اون موقع هممون تازه وارد بودیم. 2-3 تا از این خارجی ها بودن، خارج باز شده ها، دوستانمون، و اینا وقتی جلسه تموم شد سوار ماشیناشون میشدن و میرفتن خونه هاشون. ما میموندیم 4-5 نفری که چیکار بکنیم، وقتمون رو چجوری پر بکنیم و سوار ماشین میشدیم در سطح تهران، حالا از میدان خراسان گرفته امامزاده حسن گرفته کجا من اینا رو میرسوندم و آخر شب خودم میرسیدم خونه. ولی
راجع به کتاب حرف زدیم، راجع به بهبودی حرف زدیم که کتاب چرا اینو گفت، چرا اونو نگفت. خب بعد از عرض کردم 5 ماه و 27 روز من لغزش کردم و با یه گیلاس مشروب تو خونه ای که اون شب ساعت 3 نصف شب از اون خونه زده بودم بیرون و با خدا صحبت کردم. یار بازیم بود، ولی تا صبح نشستم و به قول خودمون کلامو قاضی کردم که چرا این اتفاق برای من افتاد، من چرا این کار کردم. صبح نتیجه گرفتم که آقا این کله من خراب، هرچی کتاب میگه اون درست. و از اون روز کتاب همیشه زیر بغل من و همیشه هم از کتاب حرف میزدم. امروز هم همین. حرفای منو باور نکنید، الان به شما دارم، مگر رنگ و بوی کتابه. من هر چی دارم صدقه سر کتاب، برنامه مطالعه نامه، نه چیزی دیگه. دانسته های منو به بنبست رسوند. تنها چیزی که به من کمک کرد برنامه بهبودی NA، چیزی دیگه نیست. و ایراد میگرفتن که چرا از کتاب صحبت میکنی، کتاب که خودش نوشته. من چیزی ندارم به جز کتاب برای حرف زدن. بنابراین شروع شد مسیر بهبودی و پاک موندن. یه دنیای عجیبی پیش روی من قرار گرفت. من بیشتر مصیبت ها هم توی دوران بهبودی و پاکی برام پیش اومد، ولی برام جالب. من یه زمانی به خاطر ترس از مرگ پدر خواستم برم خارج از کشور، سال 61 نرفتم. یه ترسی اومد که طوری بهش پدرم من چیکار میتونم بکنم، خواهر برادرم چیکار میکنم، ولی هیچ کاری که براشون نکردم. سربارشون هم نشدم. من محل زندگیم به قول دوستمون جلسه قبل صحبت میکرد خارج از محل به زندگی پدر مادرم. و شروع کردم به ادامه اومدن به جلسات تا یه راهنما گرفتم و این بچه ها خیلی منو تایید میکردن و زیر بال و پرم میدادن. به هر حال یکی از دوستان رو به عنوان راهنما انتخاب کردم. اون موقع حق انتخاب زیادی نداشتیم، ما 3 نفر بودن و اینا با هم درگیر بودن. حالا بعد 4 نفر بودن، آره 4 نفر بودن که ما میتونستیم از بین این 4 نفر یک رو انتخاب بکنیم. 2 نفرشون با یه نفر درگیر بود، اون یه نفر دیگه تو حاشیه بود. اصلا یه بلبشویی بود، هم دیگه رو قبول نداشتن. و بالاخره من از جایی که دیگه نمیخواستم برگردم به اون دنیای فلاکتبار، یک رو انتخاب کردم و شروع کردم به کارکرد قدم ها. من وقتی شروع کردم به قدم ها تازه فهمیدم که من چه مردم، من چرا از خونه فراری بودم بچگی، چرا لجباز بودم. برای اینکه من توی ذهن خودم به خاطر اون خودخواهیام و خودمحوریام یه شخصیتی از خودم درست کرده بودم که به اصطلاح چون میگفتم دیگه من چرا توی این خانواده به دنیا اومدم، چرا توی این شهر بزرگ شدم، نمیدونم پدر مادر من چرا اینا هستن. من فکر انسان باید پدر مادرش حتما باید مولتی میلیاردری از یه کشور دیگه باشه، نمیدونم تو فلان کشور مترقی من باید بزرگ شده بودم و الان قربانی هم. خب داشته های خودم رو، متعلقات خودم رو که مربوط به من بود و من متعلق به اونها بودم قبول نمی کردم و ازشون فراری بودم. توی ذهنم یک دنیای خیالی رو درست کرده بودم، ولی واقعیت زندگیم اینجا بود. این بود که پدر مادر من فلانیه، من بچه ارومیه هستم، انقدر دارم، انقدر نمیدونم فلانم و از طرف یه بیماری مرموز کشنده پیشرونده به نام اعتیادم دارم. و افکارم خوب بود اما عمل کردم نه. دوران آخر اعتیاد من، مصرف من مصادف بود با جنگ بوسنی هرزگوین. من وقتی این تلویزیون رو نگاه میکردم گریه میکردم به حال گرسنگان افریقا و میگفتم یه روزی من انقدر پولدار میشم و ایمان داشتم که اینا رو سیر میکنم. گریه میکردم به حال اون آوارگان بوسنی هرزگوین. میگفتم اگر به اصطلاح دولت اجازه بده من برم پدر این سروا رو در میارم، میریزمش رو در. به همه بی خانمان ها خانه میدم.
خب افکار عالی بود، اما زن و بچه‌م رو خودم رو گرسنه نگه می‌داشتم. جیره غذایی اونا رو میدادم مواد مخدر. میخواستم مظلومان بوسنی هرزگوین رو نجات بدم. ببین چه توهمی، من فکر کردم که اگه بذارم من برم، یه لشکر و یه ارتشی رو من میریزم دریا. ببین چه توهمی. ولی به زن و بچه خودم ظلم میکرد. میخواستم بی خانمان ها رو صاحب خانه بکنم، ولی نای بلند شدن از سر بساط خودم رو نداشتم. فکر من چیز دیگه ای بود، عمل کردم چیز دیگه. خب بنابراین به اونجا نمی رسیدم، اینجا رو هم قبول نداشتم، این وسط گرفتار بودم، اسیر بودم، نمیدونستم چیکار بکنم، سرگردان، آشفته بود. توی قدم ها این جواب رو پیدا کرد که آقا بیا بشین سر جات، اول بپذیر و معجزه‌ای که توی قدم یک در زندگی من اتفاق افتاد بقیه مسیر رو برام باز کرد. این بود که من پذیرفتم که آقا من یه بیماری دارم، پیشرونده، لاعلاج، مزمن و در مقابلش عاجزم. نه تنها در مقابل مواد مخدر، بلکه در مقابل بیماری اعتیاد ناتوانم و زندگیم آشفته شده، اختیار زندگی از دستم خارج شد. خب اون اتفاق این بود، اون غرور من، منیت من، ابر انسانیت من همه رفت بکنم و اون مرکز بازپروری اومد جلو چشم که ریش و سبیلم از ریش که نداشتم، سبیل و موامو زدن. من فکر کردم که دیگه دنیا سرم خراب شد. توی قدم یک فهمیدم که آقا اعتیاد، بیماری اعتیاد بلایی سر من آورده که توی ابر انسان نتونستی از ریش و موی خودت محافظت بکنی. حالا چی داری بگی؟ منی که در مقابل این بیماری عاجز بودم، در مقابل اداره زندگی 3 نفره خودم ضعیف و ناتوان بودم، بیارزه بودم. حالا چیزی مونده بگم؟ من یه زمانی بله ورزشکار بودم، با انگشت نشونم میدادن، خوب پول در می آوردم، نمیدونم چجوری بگم، دوست دخترای خوب داشتم. اگه یکی داشت، من 10 تا دوست دختر داشتم. بله میتونستم به خودم ببالم و یه زمینه برای غرور داشته باشم. حالا چی؟ حالا چی داری؟ همه چی توی هر زمینه به بنبست رسید. اون غرور شکست، اون غرور له شد و همین باعث شد که من بتونم کمک بگیرم. منی که انقدر قد و مغرور بودم و کمک از کسی دریافت نمی‌کردم. یادمه یه نوجوان بودم، رفتم تهران برای ختم یکی از آشناهامون، رفتم یه دوستی رو پیدا بکنم که رفته بود درجه دار شده بود از سیگ توی یکی از این پادگان به اصطلاح سلطنت آباد. من آقا رفتم توپخونه، تمام اتوبوس‌ها اون موقع از توپخونه راه می‌افتاد. به خودم اجازه ندادم اگه یکی بپرسم که آقا این اتوبوس‌های سلطنت آباد از کجا میره. سوار این اتوبوس شدم، اون ور شهر سر در آوردم، دوباره به همون اتوبوس برگشتم، سوار یکی دیگه شدم، از یه جای دیگه سر در آوردم. 3 روز طول کشید تا من به طور اتفاقی مثل دیوونه ها خلوچلام داشتم در دیوار نگاه می‌کردم از شیر اتوبوس، به طور اتفاق تابلو رو دیدم و پیاده شدم رفتم و دوستامو دیدم. خب، یعنی من به خودم اجازه نمیدادم از اون بلیط فروشه بپرسم که آقا این ماشین سلطنت باید کجا میره، بگی آقا برو سوار میشو، نیم ساعته برسم و 3 روز الاف نشم. ولی خب یکی از دست آوردهش این شد که تهران رو یاد گرفت، پنجاه رو یاد. ولی به چه قیمتی؟ چون دیگه یکی از مشکلات ذهنی من اینه که به قیمت و بهاش نگاه نمیکنم، توجه نمیکنم. خب من نمیدونم، باز برمیگردم به اون شب، چون توی قدم دوم من یاد گرفتم و فهمیدم که بله اون شب من تنها نیاز واقعیم رو از خدا خواستم و اون شب یادم که خداوند با من چیکار کرد. اینم بگم
خیلی همون میگیم این برنامه به اصطلاح ساخته خداست. نمیدونم خدا به وجود آورده، نمیدونم خدا ما رو انتخاب کرده. نه، من کیم خدا من انتخاب؟ توی الانم توی کارتون خوابا خوشگل‌تر از من، داناتر از من، باسوادتر از من، خانواده دارتر از من، خیلی بچه های لوتی و مشتی‌تر از من وجود داره، مهربونتر از من. چرا اون انتخاب؟ چرا اون نمیده؟ چرا 100 سال پیش به وجود نیاورد خدا این معتادان گمنام رو اینه؟ از ما حرکت، از خدا برکت. من اگر اون شب باش حرف نمیزدم و ازش نمیخواستم، اون منو هدایت نمیکرد. توی قدم سوم اگر من اراده و اختیارم رو ازش خواهش نکنم و به اون نسپرم که از من مراقبت بکنه، خودشو به زندگی من تحمیل نمیکنه. من باید بخوام. برای همین قدم ها عملیه، گفتاری نیست، دانش نیست، تجربه نیست، علم نیست. قدم ها عملیه، باید عمل بکنم. من باید با خدای خودم ارتباط برقرار، ازش بخوام، مشورت بکنم تا اون منو راهنمایی بکنه، تا کمکم. و الله انقدر بزرگواره، انقدر به قول خارجی ها جنتلمنه که خودشو تحمیل نمیکنه. چون این زندگی رو اون به من داده، این حیات رو اون به من داده و داده، پس نمیگیره، دخالت نمیکنه. این اجازه رو به من داد که زندگی رو انتخاب بکنم و اداره بکنم. حالا بیراه رفتم، ولی وقتی ازش خواستم، کمک خواستم، در مسیر قرار گرفتم، کمکم کرد. خیلی از ماها دیدیم و الان هم هست توی برنامه دوستان بهبودی رو داریم، اونایی که قدم کار میکنن، حالشون خوبه، زندگیشون خوبه، ولی هستن کسایی که پاچه‌های بلند مدت هم دارن ولی قدم کار نمیکنن. تنها کسی که نمیدونه حالش بده خودشون. پس تا من قدم کار نکنم، در مسیرش قرار نگیرم، اون کمکی به من نمیکنه. و همینطور انجمن ما هم صاحبش خدا نیست، صاحبش اعضاست، اعضا به وجود آورده. این برنامه 12 قدمی رو بیل ویلسون و دوباب و نمیدونم حالا با یه تحقیق آکسفورد اینا، حالا کاری به چیز ندارم، به وجود آوردن. اما همون جوری که در قدم سوم اراده و اختیارمون رو ما تصمیم میگیریم بسپاریم به خدا، توی سنت دوم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا مرجع تو باش، ازت خواهش میکنیم اینجا هم به ما کمک بکن، تو اداره عینی هم به ما کمک بکن، همونجور که در زندگی شخصیمون به ما لطف میکنیم. از انجمن ما هم مراقبت، تا ازش نخواهیم میشه آشفته بازی، بیماری ها با هم حرف میزنیم تا بهبودی. ولی وقتی میگیم وجدان گروه، وجدان گروه وجدانی است، به اصطلاح تصمیمی است از طرف کسانی که وجدان پیدا کردن. خب خیلی عذر میخوام، آدمایی که وجدان پیدا نکردن، با بیماری دارن حرف میزنن، زندگی میکنن، خب دلشون به حال خودشون نمیسوزه، دلشون بیاد به حال من و تو بسوزه. اما وجدان گروه تصمیمی از طرف کسانی که خود وجدان پیدا کردن. چگونه وجدان پیدا میکنیم؟ همون بیداری روحانی است. کارکرد 12 قدم کمک میکنه که من با وجدان حرف بزنم، با وجدان تصمیم بگیرم، با وجدان انتخاب بکنم، با وجدان نمیدونم خدمت بکنم. وقتی وجدان باشه خدا هست، خدمت هست. وقتی اینا نباشه دیگه بیماری غالب. خب من سرتون رو زیاد در نیارم، نمیدونم حالا فکر کنم یه 10 دقیقه رو بیشتر وقت ندارم. آره امیر جان، وقت دارم؟ آره همون 7 دقیقه دیگه نیستم میشم. بسیار بسیار. خب وقتی من یه مقدار یخ زیر پام تو انجمن محکم شد، با خودم عهد بستم که خدمت بکنم. من همون هفته اولی که از قرچک ترخیص شده بودم، حتی قبل از ترخیص شدم، هفته دوم با این بچه‌ها رفتم قرچک به عنوان
پیام رسان و پیام میرسوندیم. من 3 سالی که من تهران بودم هر هفته میرفتیم. اون سال آخرش رو دیگه مرکز بازتوانی اشرفی اصفهانی راه افتاد و توی افتتاحش هم از ما دعوت کردن از انجمن و رفتیم و من میرفتم توی گروه درمانی میشستم و تنها جایی بود که دیگه قرصشم فکر کنم تعطیل شده بود، پیام رسانی میکردم. خودم هم اون موقع عضو روابط عمومی بودم، 1-2 سال چیز داشتم، باکی داشتم و میشستم تو گروه درمانی به اصطلاح اون مرکز بازتوانی و پیام میدادم. یه روز یادم یکی از این بچه‌ها خدا بیامرزه فوت کرد، برگشت به اون آقای دکتر گفت آقای دکتر شما بلند شو بذار این آقا بشینه، این حرفاش بیشتر به دل ما میشینه، بیشتر از ما داره چیز میکنه. و یه چند نفری رو به هر حال مخشون رو خوردیم و بعد اومدم وصل شدم به عینه و اون موقع خیلی به ندرت اعضا جذب میشد، خیلی به ندرت. اصلا فکر نمی کردیم که یه روزی انجمن ما به این بزرگی بشه، به این عظمت بشه. یه روز یادم ما نشسته بودیم توی یه جلسه، این امیر حسین از در اومد توی مطهری، یه دوری میز نشستیم گرد، وایستاد وسط سالن و معمولا وقتی وارد میشیم یه صندلی انتخاب میکنیم و تمرکز اون به هر حال مشارکت کننده رو به هم نمیذاریم. وایستاد و یه دفعه پرید هوا گفت خدا رو شکر امروز شدیم 17 نفر. وایستاده بود شمرده بود، یه تازه وارد داشتیم اینا شمرده و یکی هم که نمی اومد نگرانش میشدیم و مطمئن میشدیم که رفته زده و همین اتفاق هم میفته. خیلی تدریجی به اصطلاح رشد کردیم تا جایی که به هر حال رسیدیم به یه نقطه‌ای که توی اون زیرزمین مطهری سال 76 من شمردم 93 نفر عضو داشتیم. یه چند نفری هم حالا سر به اصطلاح بنیانگذار بودن و چی بنیانگذاره چی نمیدونم کمیته خدمات چی نمیدونم فلانه، یه درگیری های بود. درگیری از همون اول جدا شده بودن، رفته بودن یه جلسه دیگه رو توی یکی از این پارک ها راه انداخته بودن. نه حالا سر و تهش رو جمع می‌کردیم 110 120 نفر بیشتر نبود که من بلند شدم اومدم آذربایجان. پدرم مریض شد، نه نیومدم انجمن راه بندازم. پدرم مریض شده بود و اومدم به اصطلاح بهش سر بزنم و دیدم که این معلوم نیست چه اونشو بده شما. موندم بالا سرش، مجبور شدم بمونم بالا سرش. اتفاق خیلی جالبی افتاد بین من و پدرم و سرطان معده داشت و مجبور بودم من روزی یه بار بهش مواد میگرفتم میزد. خودم برای خودم سم بود، برای خودم چیز نبود، ولی ان ای رو دیگه با گوشت و پوست و استخوان پذیرفته بودم. یا اون ته خط من در واقع مشخص کردن ترکیبم با مواد مخدر بود. این که دیگه مواد مخدر چیز بدی نیست ولی برای مصرف من نیست، من نمیتونم مصرف کنم، ترکیبم رو باش مشخص کردم. ریسک میکردم باز و این بود که وقت گذروندیم با هم. من با پدرم یادم نمیاد وقت گذرونده باشم، چون برای اینکه بنده خدا عرض کردم صبح میرفت سر کار، شب میومد استراحت میکرد تا فردا صبح که بره سر کارش. نه سینمایی نه پارکی نه نمیدونم فلان، وقت نداشتن که برای من صرف کنن. ولی حدود 5-6 ماه با هم وقت صرف کرد. آخر سر منی که این پدر رو قبول نداشتم و فکر میکردم که به هر حال اسحاق شده در حق من، به این نتیجه رسیدم که اگر حق انتخاب دست خودم باشه پدرم رو انتخاب بکنم، به جز این مرد کسی دیگری رو قبول نمیکنم پدرم باشه. یه دلیلش همین بود که رسیدم بهش، یه دلیل به هر حال ارتباط عاطفی و اینا، اما یه دلیل دیگه هم داشتم. این بود که به هیچ مرد دیگه اجازه نمیدادم به جز این مرد به مادرم نزدیک بشه. یه دلیلش هم بود که دیگه به جز این کس دیگه رو به عنوان پدر قبول نمیکرد و اونم احساس رضایتش رو از من اعلام کرد و دعای خیر کن برام که من تو رو اینجوری نمیشناختم، فکر نمی‌کردم این همچین آدمی باشه. حالا به هر حال پدر دیگه تعریف کرد و
بعد عمرشو داد به شما و من موندگار شدم دیگه برای اینکه خودم توی این 5-6 ماهه کم نیارم، رفتم به احسیستی. اول کمک کردم گروه درمانی اونجا راه بیفته، چون معتادا اون موقع حرف دکترها رو بیشتر قبول دارن تا حرف من معتاد، یا توجهشون بیشتر جلب میشد به اونا تا من. اون گروه درمانی رو کمک کردیم. به هر حال تو تهران یاد گرفته بودم دیگه. اونا شکل دادن و منم تو جلساتشون شرکت کردم تا اینکه یه چند نفری رو به هر حال جذب کردیم و اولین جلسه رو توی یکی از اون پارک‌های شهرمون برگزار کردیم و به هر حال تا به امروز که دیگه امروز حدود 30 و چند تا جلسه توی شهر برگزار میشه و همینجوری گسترش پیدا کرد توی آذربایجان شرقی و اردبیل و نمیدونم جاهای دیگه. اما خود من درونم متحول شد. عهد کردم با خودم، یعنی من سالهای اول تا 7-8 سال قبل سالی 7-8 بار میرفتم مشهد، 7-8 بار میرفتم شیراز، نمیدونم اصفهان، شمال، این ور اون ور. اون موقع هم که تنخواه نبود، تنخواه بعداً به وجود اومد، نمیدونم یا کارگاه ها نبود هزینه راه بدم، با یک بچه سوار ماشین میشدیم میرم. و به هر حال این به من کمک کرد. خیلی هم میگفتن آقا اشتباه داری میکنی، خودتو وقت به عینه کردی، الله فلان. من 10 بارم دنیا بیام همین کار رو انجام. من وقتی به یکی بر میخورم، یکی زنگ میزنه، یکی منو میبینه میگه آقا تو فلان موقع منو میشناسی، میگم نه یادم نیست، میگه فلان موقع یه حرفی زدی زندگی من متحول شد. این برای من از هر ثروت دنیا با ارزش تره. 100 بارم دنیا بیام همین مسیر رو طی خواهم کرد. بنابراین ممکنه از نظر مال دنیا عقب مونده باشم، ولی راضیم. شاید من اینجوری میتونستم پاک بمونم. اگر غیر از این بود، رفتار دیگه میکردم، شیوه دیگه رو انتخاب میکردم، پاک نمیموندم. این فقط به خاطر خودم. من توی این 30 سال به کسی کمک نکردم، به کسی خدمت نکردم به جز خودم. مگر ما نمیگیم اول کتاب نمیگه ثمره کوشش های عاشقانه در نفس خدمت نهفته است و موسم آن همیشه به وقت خود فرا میرسد؟ مگه به این معنی ما برای خودمون پاداشی که از خدمت کردن به هر حال به ما میرسه داریم خدمت میکنیم؟ من به کسی خدمت نکردم به جز خودم. الانم دارم به خودم خدمت میکنم. اینجا دارم هر صحبت میکنم، زندگی خودم رو مرور میکنم و با کم و کسریامو دارم میبینم، تواناییامو دارم پیدا میکنم. من خیلی سعی کردم تو زندگیم آدم مفیدی مهمی باشم. هر جا میرسیدم هر کاری میکردم که دیگران منو ببینن. بله این انسان خوبیه، انسان برتریه، دوست خوبیه، آدم مشتیه و تایید بشم، اون خلم پر بشه. خیلی تلاش کردم آدم مهمی باشم. حالا یه بعضی مواقع مهم بودم، بعضی مواقع مهمتر بودم، بعضی مواقع نه. و هم خوبی میکردم و آخر سر آدم بده من میشدم، چون زیربنای خوبیام خودخواهی و خودمحوری با عشق نبود. امروز دیگه من نمیخوام آدم مهمی باشم. امروز نمیخوام خودم رو اثبات بکنم. من امروز یاد گرفتم و فهمیدم که مهم بودن در گرو مفید بودن. من سعی میکنم که انسان مفیدی باشم. تلاشم بر اینه. حالا نمیدونم چقدر مفیدم، نیستم، موفق شدم یا نشدم، نمیدونم. ولی سعی میکنم در مرحله اول برای خودم مفید باشم. اتفاقی میفته، مسئله پیش میاد، کار احمقانه ای انجام ندم. بعد سعی میکنم برای دیگرانم اگر مفید نبودم مضر نباشم. من نمیدونم خدا چه برنامه‌ای داره، چه چیزی میخواد و قراره چه چیزی از من بسازه. حالا یه دعایی داریم از من بساز، با من بکن، از من بساز آنچه خود اراده کنی. من نمیدونم، ولی اینو فهمیدم 12 قدم یعنی عمل کردن و عمل کردن یعنی شناختن خصلت‌های خوب خودم، پیدا کردن اونها و به کار بردن. 12 قدم اینو از خدا می‌رزم. خدا منو انسان آفرید، آدمم، انسانم، چیز دیگه ای نیستم. پس انتظاری به جز آدم بودن از من نداره.
من سعی میکنم انسان خوبی باشم. انسان خوبم از یه بچه بپرسی میگه اون عمو دایی خاله که وقتی میاد خونه ما برام شکلات میاره یا با من بازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی عشق و محبت. من یاد گرفتم و سعی میکنم که مهربونتر باشم، محبتم رو بیشتر بکنم، گذشتم رو بیشتر بکنم و حرکت بکنم به سمت انسان خوب بودن. خب به هر حال من اینو همیشه بیان میکنم، میگم خدا خدای من، نه به اصطلاح به مغزمه، خدا نه توی فکر منه، نه تو قلب منه، نه درون منه، نه جای دیگه. خدا فقط و فقط در عمل کردنه. اگر درست عمل بکنیم، اصولی عمل بکنیم، خدا رو خواهیم دید. من دریایی از افکار خوب باشم، همونجوری که فکر گرسنگان پیدا، ولی خدا در درون زندگی من نبود. وقتی عملم رو درست کردم، سعی کردم درست عمل بکنم، خدا رو دیدم. خیلی هم میگن خدا عشقه، من قبول نمیکنم. گفتم هر چیزی رو به این سادگی قبول نمیکنم. بعضی هم میگن عشق خداونده، اینم ممکنه باشه، اولی هم ممکنه باشه، ولی مطمئنا خدا هر چی که هست مثل همه شما با عشقه که صبر کردید، حوصله کردید و به صحبت‌های من گوش کردید. ممنون از همه‌تون که به صحبتام گوش کردید. شب همگی بخیر. عاشقتم بابا، مرسی. خیلی خیلی هم ممنون. عالی. نمیدونم وقت داری یا نه امیر. آره داریم، فقط یه ممنونم. استوب بزنیم. حالا شما بگو بعد استوب میزنیم. واقعا منو برد. منم آخه تو همون کتابخونه قرچک پیامو گرفتم و همچین توش تعریف میکرد من باهاش بودم و ممنونم. امیر این همه خدمات انجام داد، الان فقط راجع به دردش، بچگیش و برنامه بهبودیش گفت و درسی بود برای همه ما. امیر جان، امیر نوری، جان. ببین اگه وقت داری یه چند نفره بگیر آره یه میخوان استوب صحبت کنن. بزنیم، یه استوب باشه بزنیم. بابا. مرسی از با امیر مجید.